هنه ها نمیخوای به سوالات بچه ها جواب بدی؟ چه سوالی؟ هنه ها نمیخوای به سوالات بچه ها جواب بدی؟ چه سوالی؟ بابا بیا بگیریم بیا به تمک ویدیوشو بگیری. آقا یکم کادرمون بد نیست. به نظرم بریم روی دوربین جدیدمون که خریدیم. سلام بچه‌ها. چطوری؟ آقا نمیدونم کیفیت متوجه میشید یا نه ولی دوربین جدید گرفتیم و اونجایی که من و حنانه بدمون میاد زیاد پوز بدیم فقط اومدیم بگیم که کوالیتی رفته بالا. و هنوز یوتیوب پولی به ما نداده بچه‌ها. نه پر کنید. این یوتیوب با ما لج افتاده، ویو رو میپرونه، RPM نمیده. اینا اصلا اهمیتی نداره به نظر من. ولی بریم امروز قراره یه ویدیو خیلی بمب بگیریم. دقیقاً. که چیه؟ سوالای شما. آقا ببینید از اونجایی که خیلی سوال داشتید هم در مورد رابطه من و حنانه و هر چیز دیگه ای و کامنت ها رو مورد عنایت قرار داده بودید که کلیشو الان اینجا میارم، تصمیم گرفتیم که به سوالای شما جواب بدیم. و الان تک تک سوالاتتون من یه استوری گذاشتم داخل اینستاگرام. استوری گذاشتی؟ آها آره دوتای استوری گذاشتیم و داخل اون استوری بهتون گفتم هر سوالی که دارید بپرسید. و بچه‌ها من چنل تلگراممونم براتون اینجا میارم. داخل اونجا هم کلی سوالات و کل اتفاقات کلی قراره با هم حرف بزنیم. خب میایید از هم سوال میپرسید، ما اونجا حرف میزنیم و اخبار همه چی رو زودتر از همه جا متوجه میشید دیگه بیشتر از این صحبت نکنیم، بریم سراغ ویدیو. خب بده من. بفرمایید شما بخونید و ما جواب میدیم. چه سوالایی پرسیدی؟ میخوای من بخونم چون احساس میکنم چپل چلاق بخونیم. اولین سوال یه دونه من جواب میدم یه تو. هر دو تامون جواب میدیم مثلا. تو چه خیلی من درست حرف بزنم. آخه مشکل اینجاست. من نمیذارم. نه همه چی ماهان همه چی میگی نمیذاره من هیچ چی بگم. خب باش تو اولیو جواب بده. چایجا ماهان کی قصد داری بری بگیریش و اینکه ازدواج کنی؟ خب اینو تو جواب بده دیگه. خب کی قراره بگیری؟ از اونجایی که الان در وضعیت اقتصادی خیلی جالبی هستیم و بچه ما کمی از ازدواج هم دیگه نداریم دیگه. آره اون دیگه بستگی داره به خانواده هامون. نه بستگی داره به اقدام تو. آخه بچه یه خب گوش بده بچه ببینید یا چه سوالی میپرسی؟ تو کامنت پر کنید حنانه رو بگیری. آقا یه دقیقه صبر کن 2 دقیقه. ببینید مسئله ای که هست هر فردی یه خونه و یه ماشین از نظر من، حالا نمیدونم حنانه چجوریه نظرش، از نظر پدر دخترم همچینی. آره بعد یه پسر یه خونه یه ماشین و یه درآمد ثابت و یه پشتوانه درآمدی داشته باشه. وقتی موهامو سفید شد منو بگیر. نه اونقدر هم دور نیست. ببین چی میگم؟ 6 بیا منو بگیر. 6 نه خیلی زوده. 7 بیا منو بگیر. یه دونه دیگه 8 دوستان چه غلطی رو میکنی؟ ای بابا یه کاریش میکنیم بچه‌ها. بریم سوال بعدی. میگم مگه شما آریکس کیلومتر هستید؟ ها؟ آریکس کیلومتر. ها؟ چی میگید؟ من درست نفهمیدم. ای بچه شما متوجه شدید؟ کامنت ها بگید جوابشو پین میکنی. وقتی با حنانه آشنا شدی چطور به خانواده هاتون گفتید؟ بچه‌ها بذارید تعریف کنم. ببین من ماهان تو پازاری آشنا شد. بعد من مامانم میدونست که اون روز هم با دوستم دارم میرم بگردم و اینا. خب توضیح ندی اون روز چه بلایی سر ما اومد. آره ببین من همین که نشستم تو ماشین به مامانم گفتم مامان من به یه پسر شماره دادم. خب و از همون روز اول در جریان بود که من هر روز دارم با این چت میکنم و دیت اولی که من می‌خواستم با ماهان برم دیت مامانم من رسوند اینجا. آها حالا من میخوام اینو از زبان خودم بگم. من خانوادم اوایل نمیدونستن. بله. خانواده‌مون مذهبی ان نسبت به حنانه. ببین ما خانواده خیلی مذهبی ولی مامانم برای اینکه حالا بچه‌ش مخفی کاری نکنه یا حالا هر چی کلا هیچ جور مامان تو مذهبی نیست. ببین مامانم مذهبی نیست ولی خانواده مادریم کلا خیلی مذهبیه. خانوادگی آره مامان. و اولین باری که من حنانه رو دیدم یه مادرش رو دیدم خیلی عجیب بود. مامان حنانه اینجوری بودش که خیلی مشی سلام. آره سلام بعد
الو خاله. اولش ببین باید میدونست من تک فرزندم، اولش که مامانم خواهرم. اول واقعا فکر کردم مامان حنانه، واقعا فکر کردم مثلا خواهر حنانه است یا خاله حنانه است، چون حنانه اولا قدش خیلی بلندتر از مامانشه و اینجوری بودم که قیافه مامان حنانه مثلا به یه زن 30 ساله 25 30 میخورد، نه 29 28 30 و اینجوری بودم چه اتفاقی داره میفته. خب بریم سوال بعدی. سلام، چجوری با هم آشنا شدید و چند ساله با هم هستید؟ بچه‌ها همین الان توضیح دادیم چطوری با هم آشنا شدیم. آشنا شدن و نه آشنا شدن و توضیح ندادیم. بابا تو پاتاش ایمیل شما رو داشتی شدیم دیگه. بذار من کامنتر بگم. وایس بچه‌ها ما داشتیم از با چند تا دوستام اپل برقی می اومدیم بالا و یکی من یه دوستی داشتم اسمش پارسانیا بود. بعد حالا اوکی قدش ماهان چقدره؟ من 192 قدم، یعنی 2 تا ماهانه. اون 2 متر رو اون موقع 8 سانت 10 سانتینا بود و وزنش 150 کیلو بود و قول. ببین خیلی گنده. ببین این افتاد دنبال من به پارسانیا گفتم من این دختره خوشم اومده و مثلا رفت منو آشنا کنه. مثلا ببین من خودم مثلا اون موقع خیلی کوچولو موچولتر بودم، دوستم من فکر کن نصف قد منو داشت، کوچولو موچولتر از من. خب بعد یه آدم 2 برابر خودمون یه دفعه اومد پشت سرمون. خب بعد هنوز اون موقع هیچی نگفته بود و ما رو پله برقی بودن این نه هنوز نرسیده بود. ببین ما هر چقدر میدویدیم این بیشتر میدوید دیگه. سکانس آخری که خواست بریم رو پله برقی دویدیم که مثلا یه نفر بیاد پشتمون. ببین من اینجا وایسادم یارو اینطوری وایساده بود پشتم. ببین منو میگی گرخیده بودم. یه سلام. بعد یه دفعه که اینطوری که سلام من میتونم باهاتون آشنا شم. که نه نمیتونی. نه اینکه مثلا با حنانه آشنا شم، منظورش این بودش که مثلا با هم صحبت کنیم که بعدش مثلا بیاد منو با حنانه آشنا کنه و اینجوری بودم داداش ول کن. بای ببین فرار کردیم. و به غیر از اون خب یه بار دیگه تو پاساژ دیدیمشون که این رفیقت اومد یه تیکر برام انداخت ما مثلا فرار کردیم. خب آخه نه پارسانیا میخواست با دوست تو اوکی شه. آره یا خدا ببین قشنگ فیلو فنجون میشد اینجوری بهتون بگم. بعد چی دیگه بعد چند دقیقه ماهانو دوستش اومدن با عنوان معذرت خواهی وای ببخشید من شروع کردم صحبت کردن اینا. یه دفعه میتونم شما رو داشته باشم. من گفتم؟ آره. آره نگفتم شمارتون. بعد براشم گفتم میخوای با هم اوکی شیم و اینا مثلا صحبت کنیم و اینا. بعد یا حنانه به دوستش اینو توضیح نمیدم، این توی قسمت اول گفتیمش. ویدیوشو میذارم بچه‌ها ببینید. من بدم میاد اینکه ویدیو رو بذاریم این بغل بالا، چون مسئله‌ای که هست شما ویدیو ما رو هیچ کس کامل ندیده نمیره. یه ویدیو دیگه میذارم تو دیسکریپشن، اگه دوست داشتید از دیسکریپشن برید و آخر ویدیو آخر ویدیو رو هم البته میذارم اون ویدیو رو. خیلی بریم. خب نگفتیم چند سال با هم. 4 سال دیگه. من و حنانه 4 سال فیکس نیست، 3 سال و نیمه. داریم میریم برای 4 سال دیگه. اردیبهشت سالی که میشه 4 سال. سوال بعدی. داستان رابطتون رو توضیح بدید. نانازی. خب توضیح دادیم. نازازی منی. نانازیا. نانازی مونی. خب سوال بعدی. این سوال باحالیه. نظر راجع به اتفاقایی که توی ایونت نیما افتاد چیه؟ خب بگو. بذار من یه توضیح بدم در مورد این موضوع. البته موافق نبود در مورد این موضوع صحبت کنیم. نه میگم ببینید بچه‌ها، نه آخه چیزی نیست که نگیم. بچه‌ها من کامل در مورد نیما بخوام صحبت کنم بعد کامل یه ویدیوی جدا بگیرم سر همون، فقط یه کوتاه و مختصر بهتون توضیح میدم. ما قرار بود بریم ایونت نیما، بچه‌ها اومدن پی وی ما گفتم ما هم گفتیم نمیتونیم بریم بچه‌ها، چون ببینید بچه‌ها پر شده بود اول از همه. آره من نیما رو قلبا مثل برادرم دوست دارم، ولی خب پسر مهربونیه. دقیقاً. ولی خب مثلا فن فرق داره با یوتیوبر. درک ندارم بعضیا از این موضوع که حالا سنشون کمتره، وقتی که سنشون بیاد بالاتر متوجه میشن. مسئله ای که هست خب ما به عنوان یوتیوبر نمیتونیم سرمون رو بندازیم پایین بریم و باز 300 فیلم برداری کنیم. آره دیگه. بعد زشته اصلا این کار که من مثلا با دوربین برم تو صورت نیما توش من اومدم فیلم بگیرم، میگه خب تو واسه چی اومدی؟ آره. بعد دیگه بچه‌ها دیدم خیلی، من خودم نیما رو شدیداً دوست دارم، بچه‌ها دیدم خیلی 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 پیام دادن که آقا پاشید برید. گفتم اوکی. بلیت جور نشد. یکی از بچه‌ها برگشت گفت من براتون بلیت اوکی میکنم. بازم اوکی بعد نشد باز، چون اطلاعاتش اصلا همخونی نداشت. یه بچه 12 ساله من نیستم. آره یارو میدید اینجوری بود که تو کی. و
از اونجایی هم که بلیت نداشتیم خب نمیخواستیم جمعیت بره بالاتر، چون نیما گفته بود داخل استوریش که آقا جان نیایید، ما هم نرفتیم. سعی کردیم از پشت صحنه که بعد اون اتفاقات افتاد و مسائل پیش اومد و خیلی من ناراحتم. حتی پستم توی اینستا در موردش گذاشتم. امیدوارم که چون هیچ کاری نیما نکرده، فقط بیخیال بشه. آره چون اصلا دلیلی بر بستن پیجش نیست. مثلا چنل یوتیوب، اصلا یوتیوب چرا؟ اصلا آقا باز اینستا که یوتیوب ببینید طرف یه ایونت گذاشته روی برنامه پیش نرفته، اونم دلش نمیخواسته اینجوری بشه. بعد حالا شما به این فکر کنید که اوکی یا روی برنامه پیش نرفته، ولی بنده خدا تازه یه هفته انداخت عقب‌تر که بتونه بیشتر تدارک ببینه. و به نظر من بی‌دلیل بودیم. آره یعنی بی‌دلیل بسته شده و امیدواریم که فقط برگرده. آره. همین. هر جوری هم من بتونم حمایت میکنم. حمایت میکنیم. سوال بعدی، وقتی از دختری خوشمون میاد بعد چیکار کنیم؟ خب بچه‌ها الان بهتون جواب میدم موضوع چیه. هیچ کار خاصی نیاز نیست بکنید، فقط برید بگید دوستش دارم. آره اینم نه اونقدر ولی خب آره ببینید بچه‌ها برید جلو، حرفی که تو دلتونه رو بزنید، ببینید تهش میگه نه. اوکی؟ بهتر از اینه که بعداً حسرت بخورید که چرا نرفتم بگم. و دختری که با شما بخواد اوکی شه مطمئن باشید میگه اوکی و خودتون رو شوک کنید که اگه دختری که نمیخواسته باهاتون اوکی شه گفته نه. چون دختری که نخواد باهاتون اوکی شه و روی اجبار یا دلشکستگی باهاتون وارد رابطه بشه بعداً برای خودتون بساط میشه. اینو بیشوخی میگم. یعنی چون ببینید بچه‌ها خیانت یهو میذاریم میره. حالا خیانت هم خیانت خیلی دلایل داره که مثلا هزار تا چیز از خیانت نیست، حالا صرفا این که چیز بگو دختر صرفا بره پیش یه پسر دیگه ممکنه کلا چون از طرفش خوشش نمیاد یا کلا جوابشو نده یا بزن بلاکش کنه یا نادیدش بگه و قلب شما شکسته میشه. ولی یه چیزی اگر رفتید مخه دختر زدید، خب اگه خیلی قاطعیت گفت نه، خب با خیلی جدیت و عصبانیت که اون که ولی اگه داره ناز میکنه بیشتر نازش بکشی. آره و مسئله ای که هست دختری که واقعا نه رو نرید جلو و دختری که احساس میکنید در تو تنهایی یا از رو شکست عشقی بهتون گفته اوکی یا اصلا نرید سمتش، چون بعدن اکسش برگرده. اصلا اون نه اون اصلا اون هیچی. کاملا احتمالش خیلی زیاده که یهو برگرده به یک آقا جان من نمیخوام با تو باشم، اون موقع به یه دلایل خاصی با تو رابطه بودم و بای بای. بریم سوال بعدی. اینو تو جواب بده. پسرها از دختر در مورد من پسرها از دختر لاشی خوششون میاد یا پسر خوب و مؤدب در اینو من بعد جواب بده. پسرها از دختر لاشی خوششون پرهام جان برعکس پرسیده. دخترها از پسر لاشی خوششون میاد یا پسر خوب و مؤدب در نگاه پسر خوب و مؤدب. برای خیلی از دخترها اینجوری نیستن. خب اونا خودشون همیشه یعنی خودشون ببین نه صرفاً خب دو حالت داره. کسی که پسر لاشی خوشش میاد یا واقعا خیلی خیلی مظلومه، خب چی؟ یا خیلی خیلی مظلومه. دختری که پسر لاشی خوشش آره یا خیلی خیلی لاشه. یعنی حد وسط. چرا اصلا یه دختر مظلوم بلند شه میگه وای یارو تو زن تاکسی که اینجور چیز چرت و پرت ولی آدم وارد رابطه شی. پسر خوب و مؤدب و خیلی سر تمیز و گوگلی بگولی همین دخترها شرش میشه. آخه ببینید مسئله ای که هست پسر کلا مرتب و مؤدب باشه واقعا همه جذبش میشه. اگر مثلا شما به چند تا دختر رفتید پیشنهاد دادید خیلی مرتب و مؤدب بودید بدونید که دختر واقعا اصلا لاشی دوست داشته. دختری هم که عاشق پسر لاشی هست مطمئن باشید خودش میخوره و بذارید سرش بیاد. آره سوالی ندارم، فقط میخوام بگم خدا برای هم دیگه آفریده شما رو خیلی ممنون. مرسی. خب بریم بعدی. سلام گل. سلام گلایی تو خونه. چه اینجوری؟ سلام گل دختره وقتی هم پسر خوشش میاد. سلام گل. دختره وقتی دوباره اینو من میگیرم. سلام گل. دختره وقتی از پسر خوششون میاد چیکار میکنه؟ چیکار میکنی؟ یعنی
وقتی خوشت میاد از یه اگه پسری پسر خیلی خوشم میاد سعی می‌کنی ببین دختر واقعا اعماق وجودشون یه پسر دوست داشته باشن زمین و زمان رو به هم میدوزن که حتی شده یه بار با اون پسره برن بیرون. خب حتی خیلی از دخترها هستن حتی محدودیت بیرون رفتن دارن، خانواده‌هاشون گیرن برای بیرون رفتن که اینجور چیزا خیلی زیاده. مثلا الان دختر فکر کن کل خانواده و پدر و مادر و برادر و اینا رو همه رو پیچونده بخواد مثلا با تو چند ساعت بیاد بیرون. و مثلا دختری که واقعا دوست داشته باشه بهت اهمیت میده، مثلا زیاد باهات حرف میزنه، خب همیشه مثلا برنامه‌ت میپرسه، بعضی موقع بهت گیر میده. خوبه اونجوری اوکی. خیلی توجه میکنه، حواسش بهت هست دیگه. ولی اگه یه ذره بی‌توجهی از شما ببینه یا یه جوری باشه دیگه کلا یه دفعه در کل ترناف میشه. به نظر من با دختری داخل رابطه برید که در تخته باشید، چف بشید. بزرگترین ترستون توی رابطه چیه؟ خیانت. مردن ماها. قرار بمیرم من بیارم. خب نه ولی خب اینو محمد پرسیده. من کی عمو میشم؟ ناموسن دلم بچه میخواد. منو میگیری. بچه‌ها من و حنانه با هم توافق کردیم که حداقل تا 35 سالگی بچه نیاریم، چون اصلا ما تو اون بلوغ نیستیم که بتونیم بچه ما خودمون رو نمیتونیم نگه داریم. آره نه واقعا بلوغ ذهنی خیلی بزرگی میخواد، در اینکه بتونی خیلی صبر و حوصله و درآمد بالا میخواد. من واقعا میگم بچه‌ها چون خودم اصلا با این عقیده کاملا مخالفم. برای چه چرت پرتیه که بچه بیارید روزیتون رو بهتون میرسونه. خدا آقا تو روزیتو درست کن، درآمد ثابت و زندگی خوب داشته باش و بچه بیار. یکی چطور به دختر اعتراف کنه قبول میکنه؟ یعنی چه جوری طرف اعتراف کنه به دختر و قبول؟ اینا قطعا پرسیده چون دختره به احتمال یه دوست داشته یا زیاد میشناستش. آره. اگه اینطوریه خب میخوای اینو من بهش بگم؟ آره اینو بهش بگو. آقا ببین من برادرانه بهت میگم. آره برادرانه بهت میگم. ببین یهو بلند نشو برو تو صورتش مثلا یا پیام بده من عاشقت هم فلان و اینا. اول یکم سعی کن صمیمیتر باهاش صحبت کنی. یه دوتا قرار دوتایی با هم برید. بگو مثلا بریم بیرون اینا. اگه نه رفیقی هستید که دم به دقیقه میرید بیرون و با هم اوکیید و اینا و میخوای بگی، به نظر من یه گلی، یه کادوی، یه چیزی بگی. آره یه چیزی بگی، بعد توش یه نامه بنویس، بعد برو بده بهش نامه رو خون. اگه گفت اوکیه که اوکیه، اگه گفت نه فلانه یا مثلا وا این چه حرفی میزنی اینا، تو مثل برادرم این که خیلی بیشوری اگه همچه حرفی میزنی، ولی مثلا یکی هست نه برگرد دبه کن بگو که نه یکی از بچه‌مون چالش شده بود بعد این حرکت رو میزدم. تاکسیک و مانی. ببین بذار یه نصیحتی هم بکنم. اگه مثلا زیاد با هم صمیمی نیستی فقط میشناسیش باش قرار بذار قرار اول یه گلی قرار اول گل نمد بگیره طرف دیگه یارو بادورش میداره فکر میکنه مثلا دم به دقیقه هر قرار باید گل بگیره. نه واقعا خب قرار اول وقتی نه به بار نه به داره چه گلی؟ میخواد اعتراف کنه بهش. البته میشناسه دیگه طرف. خب میشناسه طرفو. ما هم داستان آشناییتون با حنانه کامل تعریف گفتیم. یکی چطور به دختر اعتراف کنه اینم گفتیم. الان دخترها دوستان چطور بهشون اعتراف بشه اینم گفتیم. راز یک رابطه خوب برای هم پسر و هم دختر چیه که اول که اون رابطه پایدار بمونه؟ صبر و حوصله. نه این اصلا پایه هاییه که تو هر رابطه‌ای باید باشه، یعنی میترکه. بگو بعد من تکمیلش کنم. به نظر من بچه‌ها، به نظر من دوباره میگم نه منظورم اینه توهین نباشه اگر کسی خارج از این موضوع و رابطه خوبی داشته. نظر بنده است. رابطه ما آره رابطه ما اینجوری بوده که دوستای جنس مخالف رو حذف کردیم، دوستای مخالفی هم که خیلی صمیمی باشه جوری که روی رابطمون تأثیر منفی بذاره. مثلا من برنامه گفتم آقا میخوای با کسی دوست شیم، کاپل با کاپل دوست شیم. دختری که به نظر من مجرد باشه، مثلا با اون حالا دوستای حنانه شاید اینجوری بودن. نه بعضی از دوستای حنانه که کاپل نبودن و با حنانه دوست بودن و منو دیدن باعث جدایی رابطه داشتن میشدن و من سریعا جلوشو گرفتم و گفتم اون دوستتو بذار کنار، خدا رو شکر کنانم گوش داد. دوستای شما هم همینطور. من گذاشتم همه رو کنار ردم. در کل بچه‌ها با هم دیگه اوکی باشید، به حرف هم گوش بدید.
با هم رفیق باشید تو 90% مواقع. دقیقاً. مثلا یه مشکل پیش بیاد نگی وای عشقم فلانه، یا شروع کنی باش دعوا کنی بگی وای چرا فلان، مثل زن و شوهرای قدیم. شما باید واسه رفیق با هم رابطتون باشه که پایه‌های اون دوست داشتن هم شکل بگیره. یه چیزی هم بهتون بگم بچه‌ها، اگر نگرانی، ببخشید اینجوری میگم، بعضی گشاد بازی در میارم. اگه نگرانی که مثال میگم دوست دختر من دوست دارم مثلا با دوستاش میره بیرون پیشش باشم یا مثلا حواسم بهش باشه، من خودم همچین آدمی بودم، بلند شو دختر رو ببر به جایی که میخواد بیار. خب اگه دوست داری مثال اون کسی که باهاشی 100% فقط تو رو ببینه و مثلا میگم حواستم بهش باشه و اتفاق رخ نده، نگو اوکی من خونه‌ام و تو لنگش کن. نه، باید قشنگ مردونگی به خرج بده، بلند شو ببرش بیارش. من مثلا حنانه مهمونی، تولد، هر جایی بخواد بره خودم میبرم، نمیرم تو مهمونی‌ها، میبرم تا دم در، حنانه میره مهمونیشو میره و اینا، اومد خودم سوارش میکنم میارمش خونه. و مهمونی‌های مختلفم به نظر من اینطوری نباشید که بگید این گیره خیلی اینطوری زیاده تو رابطه، که من مثلا بهت گیر بدم فلان لباس بپوشی یا فلان بیرونا اصلا نباید بری به خود دختر رو بپیچونی همون کارا انجام. نه دیگه این دیگه ته. ویدیوی جدید چیه بچه‌ها؟ اونجایی که ما ویدیوها رو وقتی میگیریم 1 ماه بعد یا مثلا 3 هفته دیر به دیر آپلود می‌کنیم. دیر به دیر. مثلا الان من 3 تا ویدیو داریم الان که داریم این ویدیو رو میگیریم. تازه دیروز ویدیوی چیمون آپلود شد؟ سعی کن نخندی با مجازات سرکه کذایی دقیقاً آپلود شد و مسئله وای بچه‌ها سر اون ویدیو قشنگ تا فرداش حالم بد بود. آره چون نمیتونیم بگیم چیه، یعنی اسپایل میشه بچه‌ها و سورپرایز بشید. خب بریم بعدی. وقتی از دختری خوشمون میاد بعد چیکار کنیم؟ اینو پرسیدم یا نه؟ گفتیم دیگه. دخترها ممکنه انتظار داشته باشن برای بار دوم یا سوم بهشون پیشنهاد بدیم با اینکه خیلی اتفاقا بینشون افتاده. چه اتفاقی لعنتی. این خیلی وقت خیلی دارکی بود. ببین دخترها ممکنه انتظار داشته باشن برای بار دوم سوم بهشون پیشنهاد بدیم با اینکه خیلی اتفاقا بینشون افتاده. ببین بذاری بهت بگم، دختری که بار اول ردت کرد اگه واقعا عاشقشی و میدونی که یه جوریه که راه داره بده. نه میگه خیلی اتفاقا نکنه یه چیزی نمیدونم چیه. نه حالا بد برداشت نکنی، ولی همیشه بد برداشت. آره منظورت واضح بنویس. ولی مسئله ای که هست گفتی مثلا بار دوم گفت نه بگو به یه برم خداحافظ تو نشدی یکی دیگه. آقا من فکر کنم تمام سوالا رو پرسیدیم. بذار ببینم پیج منم باید بیاری گله. آره پیج حنانه خانم. چون هم نصف سوالا آخه شبیه بچه‌ها من تو پیج سوال کم پرسیدم، واقعا ناراحت شدم، قلبم شکست. اصلا من تحویل نمیگیرید انگار. قربونتون بشم. یه آجر به من بدی. یا فرانه اینو ببین تو رو قرآن. سوال بعدی میگه که پرسپولیس یا استقلال. بچه من اونجایی که کلهم فوتبالی نیستم فکر کنم از ویدیوهامون دیده باشید. من اصلا من درسته یه سری بازیکن‌ها رو میشناسم ولی در اون حد فوتبالی نیستم و هم خیلی رندوم دارم میگم بارسا. زده پرسپولیس یا استقلال؟ اصلا ربطی نداره بارسا. منم بارسایی ام. چون بابام بارسایی بوده. ولی رونالدو رو بیشتر دوست دارم. آخه رونالدو رو بیشتر دوست دارم. قبول. یامال همسن تو چه جام جهانی نبردی؟ من هم هیکلت فقط مدال دارم. چند سالگی با دوست پسرت وارد رابطه شدی و اینکه چون میدونم سنت کم بود با مشکلی نخوردی تو درست یا رابطت؟ وای بچه‌ها من لب مرز من الان منم 17 سالم تو 17 سالت بود. من تو مرز 15-16 سال، یعنی 15 تموم شده بود و تازه وارد 16 شدم با ماهان اوکی شدم. بعد اینکه من 17 بودم. آره نه تو 17 بودی من 15 بودم. آره دیگه. چه بچه بودی یا خود. الان بچه‌ها میگرخن. ببین یکی این که من هنرستان خوندم خب و به غیر از سال کنکورم که امساله 2 سال قبلی اصلا درس نمیخوندم خب، فقط کاری عملیمو مثل دوخت و دوز و طراحی اینا رو بیشتر انجام میدادم. سر همین نزد چیز به مشکل نخورد. ولی بذار شاید بچه‌ها کنکوری باشه اینم بگم. یکی این که سر امتحانات ماهان واقعا بهم زنگ نمیزنه من درسمو بخونم و امسالم خیلی هوا مود داشت، چون مثلا هم کلاس داشتم هم امتحانات بود و اینا، واقعا به زنگ میزدم حتی تو درسم کمکم میکرد یا مثلا درسم حالم بد بود واقعا دلداری میداد. خب آخه جالبه من درسم حنانه بیشتر بود، بعد زوم کردم دانشگاه خودم ول کردم، زوم کردم رو حنانه، بعد
معدلش بیشتر شد. من 17 و 75 شدم، خانم 18 و 61 100. ببین مامانم کارنامه‌مو دید اینطوری بود. چجوری؟ بچه‌ها بعد یه سری هم بذارید بهتون بگم، خیلی تو ویدیوهای قبلی منو اذیت کرده بودید. بچه‌ها من وی پی ام فروش نیستم اونجایی که می‌بینید. ببین کامنت رو می‌خونم خیلی پیچیده بوده. بچه‌ها حنانه طراحی دوخت میخونه و کارش خیلی خوبه. من چند تا اگه بتونم الان براتون عکسای چند تا چیزایی که درست کرده بوده براتون اینجا عکساشو میذارم. بنده توی دانشگاه امنیت و فناوری اطلاعات شبکه میخونم. یا یه کامیونه. عاشقتونم، ما عاشق تیم. قربونت بشی. داره به من میگه تو پیج منی. خیلی بدی. پسر بیاد. ای وای. حالم خیلی بده. شما چطور خوبید آقا ماها؟ خوبه، قدر همو بدونید. من درگیر عشق یه طرفه ام. ان شاءالله شما پایدار باشید. عشق یه طرفه بچه قلبش شیشه سکته کرد. عزیزم. بچه بذارید رد نباش. یه سیو بهتون بگم. عشق یک طرفه خیلی وحشتناک. بیا بیرون ازش. خدا اینم تو نظر داشته باش که آقا وا این نشد من دیگه با هیچکی نمیتونم اوکیشم. خب قطعا تو دنیا یه نفر هست دقیقاً همون جایی که انتظارش رو نداره یه آدم میندازه جلوی پات و خیلی باش اوکی میشه. بچه‌ها یه کلام برای اینکه ذهنت بیاد بیرون یه هفته اصلا بهش فکر نکن، بلند شو برو کتابخونه. کتابخونه میتونی بهترین دخترای درس دختر ولش کن درس نه توی کتابخونه میتونی سالم‌ترین نه بابا آقا وایسا توضیح میدم. برو کتابخونه، اونجا میتونی دختره سالمی پیدا کنی که باشون وارد. تو پیدا کرده بودی؟ نه من شما رو دیدم بچه‌ها اما قبلش مثلا کتابخونه نه. مهمترین چیزی که یک پسر برای یک دختر باید توی رابطه انجام بده چیه و بعد؟ مهمترین چیز اینه که پسر باید قطعاً تو اول قدم امنیت دختر رو برقرار. و دوم من مطمئنم نه هنوز، چون این مورد واقعا اصلا توش دوم داشتی. آره چون این مورد من براش رفت میکنم احتمالاً یادش نمیاد اهمیت. خیلی از پسرها هیچ اهمیتی نمیدن. وای بچه‌ها من خیلی میبینم مخصوصا تو دوستام که پسر اصلا توجه نمیکنه. آقا بعدی خوبی؟ مرسی تو خوب. قربونت. خداش. هدفتون از یوتیوبر شدن چیه؟ همینطوری رندوم اومدیم نشستیم ویدیو. بذارید من وایسا این توضیحش طول داره. اینو بگم. مامان گفت بیا ویدیو بگیریم، من گفتم باشه. آها خب بچه ببینید من اینو شاید حنان ندونه، نمیدونم بهت گفتم یا نه. من توی 14 سالگی چنل یوتیوب داشتم و منم توی 14 سالگی توی اینستا فعالیت میکردم و خیلی خوشحالم که اون تایم مثلا یاد نه در من بچه اگر بتونم یه عکس از دماغ حنانه تو اون تایم میذارم. یه دونه غلط کردی. آره میذارم سانسور بچه‌ها با اینکه میدونم از تصویر میزنه بیرون ولی خیلی بیشتر یه دونه عکس میذارم. حرف بزن. یه دونه. ماها یه کاری که چنل تو پاک کنه. آره بچه بذارید من این سری جالبو بهتون بگم. من 15 سالم که بود چنل یوتیوب 14 سالم که بود وارد 14 یعنی 13 14 وارد یوتیوب شده بودم. اون موقع PS4 داشتم و تازه اومده بود. نه تازه نیومده. حالا من PS4 داشتم باهاش ویدیوی گیم میذاشتم. اون موقع آریا رو من میدیدم، آریا کیوکس رو. اون موقع یه میا بود، یه آریا بود با یه پسر دیگه بنده خدا تو کرونا فوت کرد. خیلی از قدیم من یادمه اون موقع وی پی ام وای من اینو ببینم بنده خدا رو بهش مدیونم. نت خیلی اون موقع یرون بود و تو دسترس نبود. منم وای فای نداشتم. یه برنامه‌ای بود اون موقع میتونستیم به وای فای اینو اون وصل شیم. من رفتم دم پنجره وای میستادم که یه خط وای فای بیاد. به زور به یه وی پی ان وصل شدم که با اون وی پی ان برم ویدیوهای میا رو ببینم و اون یارو رو ببینم. واقعا الان اصلا برای فیبر نوری میارم وصل میکنم براش. واقعا اگه منو میبینی متشکرتم. با اینکه من نمیشناسم 100% ولی مسئله ای که هست آخه میدونستن نتش مصرف کنم و هیچ وقت رمز نتش هم عوض نکرد. آره چون میدونست ویدیو یوتیوب میبینم. حالا مسئله ای که هست اون تایم من یادمه خیلی شدید معتاد یوتیوب بودم. بچه‌ها عاشق این عکسمه. من این هایلایت میکنم بعدا دوباره سوال داشتید برید بپرسید. و من اون موقع ها عاشق یوتیوب بودم و چنل یوتیوب زدم و خب چون بچه بودم نگرفت. ماهام بچه نظر من اینه که یوتیوب از 16 سال به بعد شروع کنید که دانششو داشته باشید. و من اونجایی که یوتیوب شدیداً دوستم مثلا درآمدش برام اهمیتی نداره. فقط دوستم تولید محتوا کنم. منم از اونجایی که تو اینستا و تیک تاک فعالیت می‌کردم
بعد دیگه نشد چون هم سنم کمتر بود هم زیاد مثلا محتوای جالب که لیپسینگ کردم دیگه. لیپسینگ چی؟ همون داستمش خود. آره بچه ببینید بعد مسئله دیگه ای که بود الان مثال یوتیوب درآمدی به ما نداده. آره. یعنی بچه $1 هم به حساب من پول نیومده و اون چرت و پرتایی که بعضی از افراد میگن تو یه هفته پولدار شو درآمد کسب کن. من دروغ ندارم بهتون بگم یعنی حد اکثر بابت 100,000 تا ویو من تا الان $10 هم بهمون نداده. خب و چرت و پرته. میدونید چی دارم میگم؟ تو یه هفته مشهور شو، میلیونی شو. بعد مثلا با این وضعیت RPM ها مثلا سر یه کار تاجر نخورید موفق نمیشید. نه حالا یوتیوب نه حالا اینستا، سر همه کارا، حتی درس خوندن. و ما تفریحی اومدیم یوتیوب چون الان ببینید بچه‌ها این میکروفون، اون دوربین و تمام تجهیزاتی که ما خریدیم با جیب خودم بوده. یعنی چون علاقه داریم این کارو کردیم و اصلا ربطی به این نداره که با تجهیزات شروع کنیم. نه که مثلا بچه‌ها یادشونه دیگه تا ویدیو قبلی داشتیم گوشی ویدیو می‌گرفتیم. آره دیگه. آروم پولمون رو جمع کردیم. یعنی با پول یوتیوب هم ما نگرفتیم. الان خیلی عقبیم. اینطوری هم وای نستید که بگید وای من پولم جور کنه اول برم دوربین و میکروفون بگیرم بعد. یعنی این پولی هم که ما الان دادیم شاید تا 1 سال آینده هم حتی بر نگرده. با این وضعیت RPM ها. علی برای شما می‌خواید تولید محتوا قشنگ. آره یعنی من الان دوباره پول دستم بیاد احتمال داره بک‌گراند رو قشنگ‌تر کنم، محتوا رو بهتر کنم. یعنی من الان هنوز میگم خب من گوشی رو دیگه الان بگیرم دستم. اون گفتم نه 2 تا گوشی داریم که از 2 تا زاویه مختلف من ویدیو بگیرم. 2 تا دوربین داریم ببخشید. بعد حالا مسئله ای که هست یوتیوب اگه میخواید شروع کنید ولی هیچ درآمدی نداره. من از الان بهتون دارم میگم درآمدش یعنی واقعا گنده. 1 سال به بعد. آره 1 سال به بعد شاید مثلا فقط پول اون ویدیوتون در بیاد. نه بیشتر نه کمتر. و خیلی هم الان مثلا تو آپارات بیشتر درآمد دارن حتی با همین ویو. ولی خب سگ نمیره آپارات. یوتیوب بهتره. بریم آخرین سوال. آخرین سوالو بپرس. چرا پسرا دوست ندارن دختر موهاشونو کوتاه کنه؟ بچه‌ها ببینید چه پسرا میشه؟ میخوای یه عکس از تایم؟ نه چرا خب؟ نه آخه مثلا از تایتر نه مثلا تا مثلا اینجاها نمیذارید کوتاه کنم. اگه دختر واقعا خیلی موهاش بلند باشه کلا من میخوام برم یه نوکگیری هم بکنم مامان چرا میده. خب بذارید من توضیح بدم. اون مو رو ما پسرها واقعا با جونمون دوست داریم مراقبت کنیم که بلند شه. حنان خوش میدونه تایمی که اومد با من توی رابطه یه تایم خیلی بدی بود که همه شروع کردن کوتاه کردن موها برای اعتراض به یه مشکلی. دیگه بیشتر از این نمیگم. و حنانم موهاشو کوتاه کرده بود. ما اندازه ماهان بود. آره. و خب منم با اون حال وارد رابطه شدم و بهش گفتم که من تا موهای تو بلند شه ولکنت نیستم و بلندم بشه نمیذارم بزنی. و بچه‌ها ما همه چی وقتی عاشق دختر میشیم از موش، از فیسش، همه چیش خوشمون میاد. یعنی مثلا هنه برمیگره میگه من الان ناخن نکاشتم بدت نمیاد، میگم نه بیشتر عاشقش شدم. ناخن میکاره میگه الان خب یعنی بدتر شد، میگم نه باز بیشتر عاشقش شدم. یعنی روز به روز علاقه من داره بیشتر میشه. خب تو دخترها فکر نکنم اینجوری باشه. چرا؟ دخترها یه سرحدی دارن، یا عاشقن یا واقعا دیگه نمیخوام باشن. آره ولی ما پسرا اینجوریم که هر روز عاشق‌تر میشیم و واقعا عشقمون پایدارتره. یعنی یه پسر شاید همین الان بتونه کات کنه و دختر نتونه. دختر بعد یه هفته حالش خوبه ولی اون پسر شاید بگم تا 10 سال بعد. واقعا دختر بعد یه هفته اوکی نیست. واقعا بعضیا در سطح مرگ مثل من عاشق باشن واقعا خیلی داغون میشه. اینو به من نگو تو. نذار توضیح بدم. نه بالاخره هر چیز چوسی برای تو بیام دیگه. مشکل این چوسی تو نمی اومده. من قهر می‌کردم با حنان مامانش شروع می‌کرد فوش دادن من. چون خالد چرا 2 نفر به یه نفر دقیقاً تازه مامان ماهانه فوشش میده. کجا شدی؟ من یعنی مامانم طرف حنانه است. قوی پشتمه. کی میای منو ببینی؟ بچه‌ها عاشقتونیم. مرسی که تا اینجا دیدی و مرسی که انقدر دوستمون دارید و ما بیشتر عاشقتونیم. پوست به جمله بندی رو داشتی. اصلا همش چرت بود ولی اوکی. پوست به همتون بچه‌ها مراقبت کنید فعلا. بای بای.